الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وذريته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، بارک الله فیکم. این حلقه هفتم ما از آموزش کلمه توحید لا اله الا الله می باشد. باذن الله تعالی در این حلقه هفتم به شما باقی مانده از مسائلی که تعلق به لا اله الا الله دارد و رکن اولی لا اله الا الله را شرح می دهد که این طاغوت هست به شما بیان خواهیم کرد. در حقیقت فهم طاغوت این رکن اولی لا اله الا الله است. فهم طاغوت و عمل کردن به مقتضای این فهم و کفر ورزیدن به طاغوت، این تحقیق رکن اولی لا اله الا الله که نفی بود تحقیق نفی می باشد. به فضل الله و به کرمش در حلقه گذشته، در حلقه ششم، به شما معنای طاغوت در لغت و در اصطلاح علما و قسمهای طاغوت و بزرگترین نمودهای طاغوت بیان گردید. در این حلقه باشد باذن الله سبحانه و تعالی به شما نمودهای طاغوت و اهمیت کفر بر طاغوت و دیگر مسائلی که تعلق به طاغوت دارد باذن الله بیان کرده خواهد شد. طاغوت نمودها دارد. قسمهای طاغوت را ما در حلقه گذشته ذکر کردیم که سه قسم است: طاغوت الاتباع، طاغوت العباده و طاغوت الطاعه. و شرح و توضیح گذشت و بیان به تکرار و ذکر این گذشته نیست. اما نوع طاغوت این موضوع دیگر است. طاغوت چند نمود هست؟ طاغوت سه نمود دارد. بعضی ها فکر میکنن که طاغوت فقط چیزی زنده هست یا چیزی حسی، یک مادیه که شما حس میکنید همین چیز است. یعنی طاغوت یک چیزی هست که چیزی زنده باشد یا چیزی که شما میبینید همین چیز باشد، که البته این تصور و فهم خطا و غلط هست. طاغوت میتواند چیزی زنده و غیر زنده باشد، عاقل و غیر عاقل باشد. و طاغوت میتواند که چیزی معنوی باشد، مادی و معنوی باشد. مثال میاریم به طاغوتی که جان ندارد و چیزی خشک است، به مانند بت، هیکل و این درخت و سنگ و چیزهایی که غیر الله سبحانه و تعالی پرستیده می شود، یا قبر، یا که قانونهای غیر شرعی، عادتا میگوییم سودیه های قانونی امروزه که غیر شرعی هست، همه اینها طاغوت است. حتی علما میگویند این تلویزیوری که امروز مردم مشاهده میکنند این هم طاغوت است. سبب از طاغوت بودنش این است که تمام فتنه و فساد و شبهه و کفر و دیگر از دین الله بندگان را داشتن در این تلویزیون وجود دارد. و تمام چیزهایی که از دین الله انسان را باز می دارد، این چیز را طاغوت نامیده می شود.
برای همین است که در زمان قدیم بت‌هایی که به مانند قریش داشتند، به مانند لات، عزا، منات، اینها را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابگان طاغوت می نامیدند. سبب این بود که لات، عزا، منات هیکلی بود که مردم اینها را پرستش می کردند و به سبب همین از دین دور می شدند. بارک الله فیکم. این نمود اولی طاغوت است که این را جماد گفته می شود، یعنی طاغوت هایی که روح ندارد، زنده نیست، عقل ندارد، اما مردم این چیزها را به خود طاغوت گرفتند. نمود دوم طاغوت این طاغوت هایی که زنده هستند، عقل دارند، از شیطان ها به مانند شیاطین، به مانند ساحرها، ساحری که مردم را سحر می کند، به مانند کسی که ادعای الوهیت می کند، یعنی می گوید که مرا پرستید، یا به مانند کسی که ادعای علم غیب می کند، یا به مانند کسی که حکمی بغیر ما انزل الله می کند، یا به مانند کسی که در حالت پرستی شدن راضی هست، که همه اینها بزرگترین و اساسی طاغوت هست. و نمود سومش، یعنی نمود سومین طاغوت، این امور معنوی، طاغوت معنوی هست. طاغوتی که شما نمی بینید، طاغوتی که نه از جمله جمادات است و نه از جمله احیاء و زنده و از جمله عاقلان است، بلکه معنوی هست، فکری هست، در معنویات انسان ها وجود دارد. ما خیلی که به شما بیان کردیم، همه آن چیزی که از دین الله و از عبادتش انسان را باز می دارد، این طاغوت است، گرچنده که معنوی هم باشد. ابن القیم الجوزی رحمه الله، یکی از بزرگترین علمای اهل سنت و الجماعت، در زمان خودشان مجاز و تأویل را طاغوت نامیدند. مجاز و تأویل، تأویل یعنی به معنای تحریف، طاغوت معنوی. بعضی انسان ها به خاطر مجاز و تأویل گمراه شدند و مجاز و تأویل را طاغوت گرفتند. بعضی از علما میگن در این زمان ما مثال معنوی، مثال طاغوت معنوی این مصلحه هست، مصلحت المرسله میگن. عموما مصلحه چند مصلحه فاسد، مصلحه معروف، مصلحه مرسله، عموما نمودهای زیاد دارد و این مسئله اصولی هست مصلحه. اما بعضی از علمای اهل سنت و الجماعت میگویند در امروز مصلحه تبدیل به یک طاغوت شده است. بسیار مسلمان ها چیزی حرام را به خاطر مصلحه میگویند و این قاعده را غلط استفاده میبرند و چیزی حرام را به حلال تبدیل میدهند. امروز اینقدر مسلمان ها مصلحه را استفاده بردند که امت اسلام در حالت به نهایت وزنین و در حالت ضعف و در حالت به نهایت شکست روز به سر میبرد. بارک الله فیکم. البته مصلحه باید مصلحه امت در نظر گرفته شود، اما امروز بعضی از طالب علمان مصلحه شخصی خود را میبینند و حکم و فتوای عامه مسلمان ها را میبرند. مصلحه شخصی خود را نظر میکنند و فتوای عامه میبرند که این غلط است. باید نظر به عامه امت اسلام کرد، به نظر به مصلحه عامه مسلمان ها کرد. بارک الله فیکم. پس این سه نمود طاغوت است. نمود از جمادات، از چیزهای عقل داشته و روح داشته و زنده، و از چیزهای معنوی. بارک الله فیکم.
وقتی که این نمودها و تقسیمات طاغوت را انسان می آموزد، در حقیقت خودش را از این نمود طاغوت ها دور می گیرد. یک کسی سوال کردنش ممکن است که برادر عزیزم بارک الله فیکم، چرا به ما تقسیمات طاغوت، نمودهای طاغوت، طاغوتهای بزرگ، طاغوتهای کوچک یا در دیگر مسائل تقسیمات و این چنین دیگر چیزها را می‌آموزید؟ تقسیمات توحید، نمودهای توحید، تقسیمات مثلا شرک، نمودهای شرک و مثالها بر شرک چرا می‌آموزید؟ برادرم و خواهر بزرگوارم بارک الله فیکم، برای آن ما این در این مسائل نمودها، تقسیماتش و تمام جزئیاتش را مثلا در مسئله توحید، در مسئله شرک و در مسئله لا اله الا الله و در مسئله طاغوت می آموزیم که تا در همین مسئله ها واقع نشویم، یعنی تا خودمون همین کارها را بجا نآوریم. یکی از علما میگن تعلمت الشر لا للشر بل للوقایه، میگن که من تعلیم گرفتم چیزی بد را نه به خاطر این که بد است، به خاطر بد بودنش، بلکه به خاطر دور کردن خودم از این کار بد. چگونه که شکننده های طهارت را می آموزیم تا که در حالت شکستن طهارت دانیم که طهارتمان شکسته است و خودمان را از این چیز دور می گیریم. و این چنین شکننده های اسلام را می آموزیم تا که اسلام ما نشکند و در اسلام ثابت باشیم. و این چنین نمودها و قسمها و مثالها را در تمام این مسائل لا اله الا الله و طاغوت می آموزیم تا که بدی را فهمیم و از بدی خود را دور بگیریم، نیکی را فهمیم و خوب را فهمیم و به نیکی و خوب و سنت چنگ بزنیم و عمل نماییم. بارک الله فیکم. پس این مسئله بود نمودهای طاغوت. اما اهمیت کفر بر طاغوت و منزله و درجه کفر بر طاغوت در دین و ایمان تا کدام درجه است؟ کفر بر طاغوت چه اهمیت دارد؟ چه منزله و چه درجه در دین و ایمان دارد؟ باید بدانید که اولین چیزی که الله رب العزت و الجلال به بندگانش فرض کرده است این کفر بر طاغوت است. و به انمین کفر بر طاغوت، کفر ورزیدن بر طاغوت، تمام رسولان و تمام انبیایی که الله رب العزت و الجلال فرستاده است دعوت نمودند. خیلی که دلیل به همین دلالت می کند. سوره نحل آیت 36 را نظر بکنید. الله سبحانه و تعالی می گوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. و به تحقیق در تمام امت رسول را، بیم دهنده را، بشارت دهنده را، خبر رساننده از جانب الله را مبعوث کردیم، فرستادیم تا که مردم الله را بپرستند و از طاغوت اجتناب بکنند. اجتناب یعنی پرهیز نمایند، دور بشوند. ببینید الله میگه تمام این رسولان و انبیایی که به نزد انسانها از بین خودشان آمده اند به خاطر دو چیز، به خاطر این که مردم الله را بپرستند، عبادت بکنند و غیر الله را ترک کنند و کفر ورزند، یعنی به طاغوت کفر ورزند. پس کفر بر طاغوت این رکن بزرگترین در توحید است. زیرا توحید نامیده نمی شود تا همان زمانی که کفر بر طاغوت نفی، یعنی نفی، رکن نفی کفر بر طاغوت بجا بیاید. تا همان زمانی که یک انسان نفی رکن اولی لا اله الا الله رد کردن و کفر بر طاغوت ورزیدن را بجا نآورد، داند که توحیدش
توحید نیست. چرا که توحید همان وقت تحقیق می گردد، توحید همان وقت بجا می آید که انسان غیر الله رب العزت و الجلال دیگر معبودان باطل را ترک بکند و به اونها کفر ورزد. دین صحیح نمی شود، دین انسان، دین اسلام قبول نمی گردد مگرم با کفر بر طاغوت، مگرم با بجا آوردن رکن اولی لا اله الا الله نفی. پس این اهمیت کفر بر طاغوت به نهایت اهمیت بزرگ دارد. کفر بر طاغوت این سخن خوارج ها نیست، کفر بر طاغوت این منهج اهل سنت و الجماعت است، این رکن لا اله الا الله است. اما افسوس که امروز بعضی از طالب علمان مرجعه یا که مائل شده به مرجعه یا که والله اعلم طالب علمان جاهل و جهلا در موضوع طاغوت سخن کردن را بد می‌بینند، در حالتی که این رکن دین است. خود این بیخردان، بیعقلان، جاهلان و خود این اهل بدعت و ضلالت زدگان از این رکن بیخبرند. تمام علمای اهل سنت و الجماعت به این گفته دلیل های زیادی را ذکر کرده اند و تمام علمای اهل سنت و الجماعت اجماع کرده اند که کفر بر طاغوت این مقابل یا که معنای نفی لا اله الا الله است، یعنی نفی یعنی کفر بر طاغوت است و به امین گفته اجماع را نقل کرده اند. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 256 میگوید فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى. هر کسی که کفر بر طاغوت ورزد، هر کسی که بر طاغوت کفر ورزد و به الله ایمان بیاورد، به تحقیق به عروة الوثقا چنگ زده است. عروة الوثقا چیست؟ عروة الوثقا لا اله الا الله است. علما میگن معنای عروة الوثقایی که در این آیت 256 سوره بقره آمده است، عروة الوثقا معناش لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، نیست معبودی بر حق بجز الله است. یعنی هر کسی که اول به طاغوت کفر ورزد، یعنی اول غیر الله را رد نماید، اول قلب خود را پاک بکند از شرک و از غیر الله سبحانه و تعالی و بعد از این به این قلب پاک و ناب و این قلبی که تمام چیزها را غیر از الله سبحانه و تعالی از خودش بیرون کرده است به الله ایمان بیاورد، به تحقیق به لا اله الا الله چنگ زده است. معنای آیت اگر به مفهوم المخالفه نظر بکنیم، عادتا بارک الله فیکم اصول فقه یک علمی است که در فهم قرآن و سنت به ما کمک می نماید و در این علم آمده است منطوق، مفهوم و مفهوم المخالفه. ما به شما منطوق آیت را ذکر کردیم. آیت نطق می کند که هر کسی که کفر به طاغوت ورزد ایمان به الله آورد چنگ به لا اله الا الله زده است. در حقیقت لا اله الا اللهش بجا آمده است. مفهوم مخالفه، مخالف این آیت را وقتی که نظر میکنیم معناش این است که هر کسی که به طاغوت کفر نورزیده است این انسان متمسک لا اله الا الله نیست، چنگ زده به لا اله الا الله نیست، یا چنگ زننده به لا اله الا الله همچون چنگ زننده به لا اله الا الله به اعتبار گرفته نمی شود. پس همان وقت متمسک لا اله الا الله، چنگ زننده لا اله الا الله می شویم و همان وقت ممثل
نشان دهنده و زنده کننده لا اله الا الله میشویم که کفر بر طاغوت در ما وجود باشد، در ما وجود داشته باشد. پس هر کسی که به کافر به طاغوت کفر نمیورزد، این خودش کافر است و غیر مسلمان است. سخنمون باز مفهومتر میشد از اینجا که زیرا کفر بر طاغوت این رکن توحید است و هر کسی که رکن توحید را به جا آورد توحیدش قبول نمی شود و توحیدش صحیح نمی شود. توحید انسان، اسلام انسان، ایمان انسان همون وقت قبول است که کفر بر طاغوت رکن اولی لا اله الا الله نافی به وجود آمده باشد. بارک الله فیکم. هیچ وقت در یک انسان هم ایمان و هم کفر جمع شدنش ناممکن است. هم ایمان و هم طاغوت، ایمان به الله با همراهی ایمان به طاغوت، این ناممکن است. زیرا الله رب العزة والجلال این معبود برحق است و واجب است بر من و شما که ایمان به الله بیاوریم و ایمان به الله آوردن این تقاضا می نماید و طلب می کند که کفر به تمام چیزهایی که غیر الله سبحانه و تعالی است یا به تمام اله و معبودان باطلی که به غیر الله سبحانه و تعالی است باید کفر ورزیده شود. هر کسی که بگوید من ایمان به الله آوردم و بعد از این باز ایمان به قبر آورده باشد، ایمان به بت آورده باشد، ایمان به وثن آورده باشد، ایمان و دیگر چیزهای شرکیات آورده باشد، این ایمانش به الله قبول نیست و حالا ایمانش صحیح و کامل نشده است. باید به الهان معبود کفر ورزد و اونها را رد بکند. و البته علما قاعده رو هم در این مسئله ذکر کردن. علما میگن لا يجتمع ایمان بالله مع ایمان بالطاغوت فاذا آمن باحدهما كفر بالاخر. ایمان به الله و ایمان به طاغوت در یک جا هیچ وقت با همراهی یکدیگر جمع شدنش ناممکن است. هر کسی که ایمان به یکی از این دو چیز آورد حتما به دیگرش کافر خواهد شد. یعنی یک انسان هم ایمان به الله آوردنش و هم ایمان به طاغوت آوردنش ناممکن است. یا باید ایمان به الله بیارد یا باید ایمان به طاغوت آورد. اگر ایمان به طاغوت آورد به الله کفر ورزیده است و اگر ایمان به الله آورد در حقیقت کفر به ایمان به طاغوت ورزیده است. اما هر دویش را در یک حالت جمع کردن این ناممکن است. البته ما طاغوت اکبر را در نظر داریم. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان خودش ذکر کرده است ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. الله سبحانه و تعالی برای یک مرد در درونش دو قلب خلق نکرده است. یعنی در درون من شما دو دل وجود ندارد که در یک دل ایمان به الله بیاریم و در دل دیگر ایمان به طاغوت بیاریم. اعوذ بالله من ذلک. یا در یک دلمان ایمان و در دل دیگرمان نفاق، در یک دلمان ایمان در دلش کفر باشد. نه، این چنین وجود ندارد. ما یک دل داریم و بر یک دل یک چیز می گنجد، یا ایمان به الله یا ایمان به طاغوت. اگر ایمان به الله آوردیم این الحمدلله کفر بر طاغوت است. و اما کسی که کفر بر طاغوت را انجام نداد و حالا هم به ایمان به طاغوت دارد، این دلالت میکرد که کفر به الله ورده است. پس علما میگن ترک کننده کفر بر طاغوت در دو درجه است. دو درجه دارد. درجه اول اصل ایمان انسان را میبرد، انسان را کافر میکند. یعنی کسی که غیر الله را ترک نکند، کسی که کفر بر قبر به اون الهان و معبودان باطل کفر نورزد، در این حالت اصل ایمانش می رود و کافر می گردد.
و نمود دوم تارک الکفر بالطاغوت این کمال ایمان انسان را میبرد، یعنی ایمان انسان را ضعیف میکند. البته بعضی از نمودهای طاغوت هست که طاغوت‌های خفی و طاغوت‌های پست که انسان نفهمیده میماند، به مانند طاغوت دنیا که در حالتی که دین شما را تغییر نداده باشد، در حالتی که شما را به گناه برد، در این حالت انسان فقط گناهگار می شود، اما البته کافر نمی شود. بارک الله فیکم. اما وقتی که انسان غیر الله یک معبود دیگر را می بیند که معبود باطل است، مردم می پرستند، اما این را ترک نکند، به این ایمان بیاورد، در این حالت اصل ایمانش از انسان نابود خواهد شد. پس بارک الله فیکم، در کفر بر طاغوت انسان باید مبالغه بکند، باید کوشش بکند. و مسئله دیگر این است که علاقه کفر بر طاغوت به رکن لا اله الا الله و شرطهایش و ناقضهایش. یعنی کفر بر طاغوت چی علاقه به رکن لا اله الا الله دارد و چی علاقه به شرطهای لا اله الا الله دارد و چی علاقه به شکننده های لا اله الا الله دارد. باید دانید که کفر بر طاغوت این یکی از دو رکن لا اله الا الله است. ما گفتیم لا اله الا الله دو رکن دارد، نفی و اثبات. نفی این درونش معنای زیاد دارد و کفر بر طاغوت در درون همین نفی است، معنای نفی و در درون نفی است. مقابل یعنی در رو بروی نفی می استد، یا هم معنای نفی. بارک الله فیکم. یعنی معنای نفی رکن اولی لا اله الا الله این کفر بر طاغوت است و کفر بر طاغوت این رکن لا اله الا الله است، نه شرط لا اله الا الله. که بعضی از انسان ها امروز شرط یعنی کفر بر طاغوت را در شرط ذکر میکنند، البته این غلط است، باید در رکن ذکر کرده شد. پس لا اله، وقتی که لا اله الا الله میگیم، لا اله میگیم، این معناش کفر بر طاغوت است. لا اله کفر بر طاغوت، نیست معبود برحق بجز الله، نیست معبود برحق، این معناش کفر بر طاغوت است. یعنی ما به تمام طاغوت ها، به تمام آن معبودان باطلی که بجز الله هستند کفر میورزیم و رد میکنیم و از اونها براءت میگیریم، براءت میجوییم. پس کفر بر طاغوت این یکی از دو رکن توحید است که این رکن نفیه. گفته می شود که در برگرنده لا اله الا الله است. لا اله یعنی نفی، رد کردن الوهیت به تمام افرادهایش و خصوصیتهایش. از تمام نفر، از حکم یا از عبادت یا از نزدیکی جستن یا دعا کردن یا که تشریع یا که محبت یا که دوستی یا که غیر این چیزهای دیگری که تعلق به عبادت دارد. به من و شما برادران عزیزم واجب هست که همه معبودان باطل را نفی کنیم، از اونها بیزاری جوییم و به اونها کفر ورزیم. بارک الله فیکم. پس در حقیقت کفر بر طاغوت این مسئله مهم است. برای همین در آیات ها وقتی که نظر میکنید الله سبحانه و تعالی اول کفر بر طاغوت را ذکر کرده است. در بعضی آیات ها ذکر شده است، اول آمده است که الله را عبادت کنید و از طاغوت اجتناب کنید، اما در آیات های دیگر آمده است که کفر بر طاغوت ورزید و ایمان به الله بیارید. بارک الله فیکم. معنای این سخن این است که هر کسی که بگوید من به اسلام داخل شدم، لا اله الا الله بگوید، یعنی بگوید که من الله یگانه را قبول کردم بگوید، اما رکن اولی لا اله الا الله را بجا نآورد، مسلمان شود
اما از الهان معبودان باطلی غیر الله، معبودان باطلی که در این دنیا وجود دارند از غیر الله، به اونها کفر نورزد، اسلامش صحیح نیست. برای همین الله سبحانه و تعالی از ما خواست که اول به تمام معبودان باطل کفر ورزیم، اونها را رد بکنیم، نفی بکنیم، قلبمون را پاک بکنیم، به اونها تعلق نورزیم و بعد از این به الله سبحانه و تعالی ایمان بیاوریم. و این اهمیتش بود. در حقیقت این دلالت میکند که کفر بر طاغوت اهمیت به نهایت بزرگ را دارد. و این چنین لا اله الا الله شروط دارد که کفر بر طاغوت به همین شروط ها هم تعلق و ربط دارد. یعنی کفر بر طاغوت بر رکن لا اله الا الله رکن اول داخل دارد، تعلق دارد، به نهایت تعلق بیوسته، تعلق قوی دارد و معنای نفی همین کفر بر طاغوت است. و این چنین کفر بر طاغوت به شرط های لا اله الا الله تعلق دارد. شرط های لا اله الا الله به مانند محبت به الله، بغض به طاغوت و بد دیدن طاغوت. از جهت اخلاص اگر نظر بکنید، با اخلاص بودن در توحید این دلالت میکند که الههای باطل را رد بکنیم و به طاغوت کفر ورزیم. اخلاص به الله این شرط یکی از شرطهای لا اله الا الله است. اخلاص به الله دلالت میکند که ما کفر بر غیر الله سبحانه و تعالی ورزیم. همان وقت ما به الله مخلص میشویم که به غیر الله تعلق نداشته باشیم، به غیر الله ایمان نداشته باشیم، فقط به الله سبحانه و یگانه به الله ایمان داشته باشیم. کدام وقت مخلص میشیم؟ همون وقتی که کفر به طاغوتمون قوی باشد. وقتی که کفر به طاغوت قوی نیست، اخلاص هم ضعیف میگردد. محبت به الله، عشق به الله همون وقت قوی میشد که کفر به غیر الله، کفر به طاغوت زیاد باشد، قوی باشد. و این چنین از جهت انقیاد یکی از شرطهای لا اله الا الله. و این چنین بارک الله فیکم علاقه کفر بر طاغوت به شکننده های اسلام. کفر بر طاغوت به شکننده های اسلام نیست، علاقه دارد و تعلق دارد به مانند شرک. کفر بر طاغوت تعلق به شرک هم دارد. شرک همین عبادت طاغوت است. اقرار کردن طاغوت، عبادت کردن طاغوت، این شرک است. پس هر کسی که میخواهد که از شرک دور باشد، هر کسی که میخواهد که مسلمان حقیقی باشد، باید کفر بر طاغوتش قوی باشد تا که از شرک و از شکننده های اسلام دور باشد. و این چنین کفر بر طاغوت تعلق به ناقض امتناع از تکفیر مشرکین است. خیلی که شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب در سومین شکننده اسلام ذکر میکنند: من لم یکفر المشرکین او صح مذهبهم او شک فی کفر فقد کفر. هر کسی که مشرکین را، کافرین را مشرک نحسابد، یا که مذهب مشرکین و کافرین را صحیح داند، یا که شک در کافر بودن اونها بکند، کافر است. که این مسائل در شکننده های اسلام و در مسائل تکفیر و در شرح مسائل من لم یکفر الکفر فهو کافر، قاعده بزرگی هر کسی که کافر رو کافر نمیگد کافر است، در حلقه های گذشته به شما شرح داده شد. بارک الله فیکم. پس انمین شکننده اسلام این کفر بر طاغوت است، یعنی تعلق قوی به انمین شکننده هم دارد. هر کسی که مشرکین را کافر نداند خودش کافر است. یعنی معنای سخن چیست؟ هر کسی که مشرک ها را کافر نداند، حالا خودش به طاغوت کفر نورزیده است و خودش کافر میگردد. و این چنین به شکننده های اسلام تعلق به دوستداری کفار و کمک کردن کفار است. از بزرگترین نمود کفر بر طاغوت این است که انسان به کفار دشمنی بکند و به اونها موالات دوستی نکند
و از کافران و مشرکان بیزاری جوید و این بزرگترین چه نمودی کفر بر طاغوت است. اما امروز مسلمان ها، چقدر مسلمان ها در قلب خود کافران را دوست می دارند. از عادی و غیر عادی نظر بکنید، به مردم عادی نظر بکنید. از این تلویزیون ها می بینند فیلم های اونها را، بازی های اونها را و دیگر چیزهای اونها را و محبت کافر را در قلب خود جای کردند که البته این به کفر بر طاغوت، به کفر طاغوت اونها در تحقیق کفر بر طاغوت ضرر می آورد و ایمان انسان را ضعیف می کند. انسان نباید کافر را دوست دارد. انسان باید از کافر و از مشرکین و از اونانی که معبود باطل را می پرستند باید بیزاری جوید. پس عموما بگویم ایمان آوردن به طاغوت این یکی از شکننده های لا اله الا الله هست و نابود کننده رکن لا اله الا الله و شروط لا اله الا الله هست. بارک الله فیکم. مسئله دیگر در مسئله طاغوت، این کفر بر طاغوت، این است که با زبان و با اعتقاد و با عمل است. خیلی که ما ایمان را به شما بیان کردیم. بارک الله فیکم. اهل سنت و جماعت میگن ایمان قول و عمل و اعتقاد. قول است و عمل است و اعتقاد است. قول و عمل، قول است و عمل است، اعتقاد به عمل داخل می شود. پس کفر بر طاغوت هم قولا، عملا و اعتقادا است. بارک الله فیکم. پس هر کسی که می خواهد کفر به طاغوت بیاورد باید قولا و اعتقادا و عملا به طاغوت کفر ورزد. سخن هم با زبانش به اونها کفر ورزد، با عملش نشان بدهد که به اونها کفر ورزیده است و اعتقادا اونها را بد بیند، کافران را یا طاغوت را دوست ندارد. برای همین است که علما میگن ایمان مشروع هست و ایمان ممنوع و کفر مشروع هست و کفر ممنوع. خوب دقت بدید. ایمان مشروع چه خیلی ایمان است؟ ایمان مشروع نه فقط مشروع، ایمانی که واجب است. ما باید ایمان بیاوریم به الله و به رسولش، به کتابهایش، به ملائکه هایش، به روز قیامت و به نیکی و بدی. همه این ایمان آوردن ایمان واجب است. هر کسی که به این گفته ها رکن ایمان نمیورد کافر است. یعنی این ایمانی واجب است. اما ایمان ممنوع هم هست. ایمان ممنوع این ایمان آوردن به طاغوت. ایمان آوردن به طاغوت، این نمود ایمان کفر است. انسان باید ایمان واجب را به جا بیاورد، ایمان به الله، به ملائکه ها، به رسول ها، به کتاب ها، به روز قیامت و تقدیر نیکی و بدی ایمان بیاورد و این فرض است، فرض عین است. اما کفر به طاغوت ورزد، ایمان آوردن به طاغوت این حرام است و جایز نیست و کفر است. کفر ممنوع، کفر کردن به الله، کفر ورزیدن به الله، کفر ورزیدن به رسول الله، کفر ورزیدن به همه امرهای اللهی که من و شما ایمان آوردیم. این کفر است که انسان را کافر میکند و کفر ممنوع است، جایز نیست. اما یک نمود کفر است که این کفر عبادت است و این کفر باید به جا آورده شد. کفر بر طاغوت، کفر بر طاغوتی که تعلق به قلب دارد و تعلق به اعتقاد دارد و تعلق به عمل دارد، با بد دیدن و با بیزاری جستن و این چنین نمودها. بارک الله فیکم. کفر بر طاغوت که متعلق به قلب است یا که اعتقاد است، این به بد دیدن می شود. کفر بر طاغوتی که متعلق به قلب است، ما مثلا به اعتقادمون، به قلبمون چگونه کفر بر طاغوت می‌ورزیم؟ با قلبمون بد می‌بینیم. بد دیدن طاغوت به قلب
و بعد دیدن طاغوت به زبان چگونه است؟ دشنام دادن این طاغوت به مانند لعنت الله گفتن بعضی از نمود طاغوت ها را و تکفیر کردن و گمراه نامیدن و گمراهیش را و کفرش را و این مشکلاتش را به مردم بیان کردن و مردم را از طاغوت دور کردن و پرهیز کنانیدن، این همه کفر بر طاغوت با زبان است. کفر بر طاغوتی که متعلق به زبان است. پس بارک الله فیکم. کفری که تعلق به عمل است، دور گشتن و دور بودن از طاغوت، یعنی از نزد طاغوت ها انسان باید دور باشد و طاغوت ها را ترک نماید و از نزد اونها به دیگر مکان ها هجرت بکند و از اونها بیزاری جوید و پرهیز نماید و به اونها دشمنی بکند و در اونها در یک مکان همراه زندگی نکند و با اونها همنشین نباشد، اونها را هجر بکند، ضد اونها برای نابود کردن اونها کوشش نماید، جهاد بکند، کوشش بکند، نابود بکند. و بارک الله فیکم، این بود کفر بر طاغوت با اعتقاد، با دیدن، با زبان، بیان کردن گمراهی و ضلالات کفرش و پرهیز کردن مردم، و کفر بر طاغوت متعلق به عمل، دور شدن و ترک کردن اونها. بارک الله فیکم. پس این بود کفر بر طاغوت. اما صفت کفر بر طاغوت چگونه است؟ ما چگونه به طاغوت کفر ورزیم؟ اگر سوال شد که صفت کفر ورزیدن به طاغوت را به ما ذکر بکنید، میگوییم کفر ورزیدن به طاغوت این است که اعتقاد بکنید به باطل بودن عبادت غیر الله سبحانه و تعالی. یعنی هر انسان مسلمان باید اعتقاد بکند که عبادتی که به غیر الله انجام داده می شود این عبادت باطل است و همین نمود عبادت را انسان باید ترک بکند و همین نمود عبادت را، یعنی عبادت هایی که به غیر الله، به قبر و به اولیاء و به دیگر چیزا کرده می شود، این چیز را باید انسان بد بیند و این عمل را انسان باید کفر نامد و اهل این عمل را انسان باید کفر نامد و اینها را دشمنی بکند. انمین نمودی کفر آوردن به طاغوت است. مختصر انمین است. چگونه کفر بر طاغوت می‌ورزد؟ انمین است. عبادت هایی که به غیر الله انجام می شود باطل نامیدن، اونها را ترک کردن، بعد دیدن این چنین انسان‌هایی که غیر الله را می‌پرستند، کفر شمردن عملشون و تکفیر کردن صاحبانشون. بارک الله فیکم. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله چگونه کفر ورزیدن به طاغوت را در پنج حالت ذکر کردند. اعتقاد باطل بودن این طاغوت و ترک کردن طاغوت و بعد دیدن طاغوت و تکفیر کردن اهل طاغوت و دشمنی کردن طاغوت. یعنی 5 چیز. ببینید یعنی انسان چگونه به طاغوت کفر می‌ورزد. باید اعتقاد بکند که طاغوت این باطل است و طاغوت را ترک نماید و بد بیند و کافر شمارد و اهلش را، اهل همون طاغوت را دشمنی بکند. بارک الله فیکم. پس این بود مسائلی که به طاغوت داخل دارد. پس کفر ورزیدن به طاغوت از ما چی میخواهد؟ طلبات کفر بر طاغوت، مقتضا و طلبات کفر بر طاغوت چیست؟ اولا مقتضا و طلبات کفر بر طاغوت این است که ما باید طاغوت را نیست بکنیم و نابود بکنیم. طلبات اولش این جهاد است، نابود کردن و کشتن و نیست کردن طاغوت از روی زمین. این از همه بزرگترین معنای کفر بر طاغوت است. خیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره انفال آیه 39 میگه و قاتلوهم حتی لا تكون فتنه و یکون الدین كله لله. طاغوت ها را بکشید، کافران را بکشید تا اینکه فتنه باقی نماند و دین همه اش از آن الله باشد. و دومین طلبات و مقتضای کفر بر طاغوت این ولا و برا است. تحقیق ولا و برا، دوستی کردن به اهل ایمان به الله
و بد دیدن و بیزار جستن و ترک کردن اهل کفر بر طاغوت، یعنی اهل طاغوت را انسان باید بد بیند. ولا و برا هر دوش دروکنی دارد، با زبان و با قلب. سومین طلبات کفر بر طاغوت این هجرت کردن از دار طاغوت به دار اسلام، یعنی جایی که طاغوت در اونجا غلبه کرده است و در اونجا زندگی کردن مشکل شده است و همه مشرکان گرد اطراف شما را احاطه کرده اند، از اونجا باید به مکانی که امن است و اسلام است و مسلمان زندگی میکند به اونجا هجرت بکند و از مکان کافران خودداری بکنید و سفر به مکان مشرکین و کافرین و طاغوت ها انسان نباید بکند. بارک الله فیکم. و البته معنای کفر بر طاغوت از ما طلب می نماید که ما طاغوت ها را، این خصوصا 5 بزرگترین نمود طاغوتی که شیخ الاسلام ابن تیمیه شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب ذکر کردن، این را کافر شماریم. تکفیر کردن طاغوت، مرتد شماریدن مشرکین، خصوصا اهل کتاب یهود و نصارا و مشرکین دیگر. و تقاضای دیگری کفر بر طاغوت این است که برحذر کردن مردم از طاغوت. باید به مردم طاغوت را بیان بکنیم، مردم را از طاغوت باز داریم و صفتهای اونها، نمودهای طاغوت را ذکر بکنیم تا که مردم با خبر شوند و از طاغوت خود را دور بگیرند. و تقاضای ششم کفر بر طاغوت این نابود کردن و شکستن و نیست کردن طاغوت، چگونه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بت‌ها را شکسته اند و نابود کردند. بارک الله فیکم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که مکه مکرمه را فتح کردند، تمام طاغوتی که پیش از این بود، زنده یا که خشک، همه اونها را نابود کردند و امر کردند که نابود کرده شود. بارک الله فیکم. پس این بود بر کفر بر طاغوت، یعنی طلباتی که کفر بر طاغوت از ما میکرد. و یک موضوع دیگر را میگویم و با همین مسئله را به آخر میرسانیم. این است که مخالفات در مسئله کفر بر طاغوت، البته هستند کسانی که در مسئله کفر بر طاغوت با اهل سنت و جماعت مخالف هستند. اولا کسانی که مخالف بر کفر بر طاغوت هستند، اینها مؤمن به طاغوت هستند. ایمان آوردگان به طاغوت البته همیشه مخالف عقیده اهل سنت و جماعت. دومین کسانی که مخالف بر کفر بر طاغوت هستند، عبادت کنندگان طاغوت. فرق ایمان آوردگان بر طاغوت، عبادت کنندگان بر طاغوت، فرق این دو کلمه این است که کسی که طاغوت را عبادت میکند، این هم ایمان به طاغوت دارد و هم به همین طاغوت عبادت میکند. اما کسی که ایمان به طاغوت دارد، طاغوت را عبادت نمی کند اما ایمان آورده است، هر دوش هم کفر است. بارک الله فیکم. کسانی که با طاغوت آمیخته شده اند، طاغوت را دشمن نمی حسابند و از طاغوت خود را دور نمی گیرند، البته اینها هم در مسئله کفر بر طاغوت مخالف هستند. چهارمین گروه، اینها دفاع کننده از طاغوت، دفاع کننده های طاغوت و لشکران طاغوت و به خاطر طاغوت می جنگند و وفات می کنند. سبحان الله، چقدر امروز مردم به خاطر طاغوت، به خاطر زنده کردن طاغوت می جنگند. و پنجمینش کسانی هستند که کشندگان اهل توحید، یعنی کشندگان کسی که کفر بر طاغوت آورده است، یعنی کسی که کفر بر طاغوت بکند این را نابود میکند. از همه بدترینش این قسم پنجمیش است که اینها یک نمود انسان‌هایی هستند که موحدین را نابود میکنند. امروز همین زمان است که هر کسی که طاغوت را شناخت، هر کسی که کفر بر طاغوت آورد، این را نابود میکنند. این نمود بدترین نمود است که البته الله سبحانه و تعالی به همه این نمودها جزایش را آماده کرده است.
و ششمین کسانی که مخالف بر کفر بر طاغوت هستند، اینها منکر هستند. منکر یعنی عقیده کفر بر طاغوت را رد میکنند و این عقیده را دروغ میشمارند که البته این سخنشان سخنی باطل است. بارک الله فیکم. با همین مسئله طاغوت به شما مختصرا به بیان کرده شد و به پایان رسید. از الله سبحانه و تعالی دعا میکنیم که به ما علم نافع و این عمل کننده و کفر بر طاغوت را به ما نصیب و روزی بکند. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. و از دراز شدن معذرت میخواهیم. بارک الله فیکم.